قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. در بحث‌های گذشته در رابطه با اینکه وقتی یک میت واقع شد بر دیگر مسلمان‌ها اقوام و خویشاوندان او چه لازم است، چه وظایفی در قبال این میت دارند بحث‌هایی نمودیم و همچنین اینکه چه کارهایی برای خویشاوندان میت جایز است میتونن انجام بدن. بحث خطبه گذشته‌مون بود. اما در این خطبه بحثمون حول و حوش این خواهد بود که کارهایی که خویشاوندان میت نباید انجام بدهند، بازماندگان میت چه کارهایی رو نباید انجام بدهند، و همچنین اینکه چه اعمالی به میت میرسد، آیا از عمل دیگران چیزی هم به مرده میرسد یا نه. این بحث این خطبه خواهد بود انشاءالله به حال قوه الهی. در ابتدا از جمله کارهایی که ممنوع هست و حرام هست و نباید یک مسلمان انجام بدهد وقتی یک میتی کافر شد، نوحه‌خوانی بر آن میت هست. نیاحت و نوحه‌خوانی بر مرده درست نیست. احادیث زیادی در این رابطه وارد شده‌اند، احادیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به ما رسیده‌اند که به برخی از اونها اشاره خواهیم نمود. خود اگر بخوایم حالا نوحه‌خوانی به چه معناست، این نیاحت یعنی چه؟ نیاحت گریه کردن همراه با داد و فریاد راه انداختن و شیون کردن و برشمردن خوبی ها از میت، این میشه نیاحت و نوحه‌خوانی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیثی که در صحیح مسلم هست می‌فرماید اثنتان فی الناس هما بهم کفر، الطعن فی النسب و النیاحة علی المیت. دو چیز در میان مردم هست که موجب کفر میشود، مایه کفر یک شخص مسلمان میشود، باعث میشود شخص مسلمان از دایره اسلام خارج شود. یک طعن در نسب هست، در نسب دیگران طعن زدن به دیگران و به نسب دیگران، و دیگر که مورد بحث ماست النیاحة علی المیت، نوحه‌خوانی بر یک میت، آب و شیون کردن. چرا حالا مایه کفر میشود؟ سوال هست دیگه. چرا که یکی از ارکان اساسی ششگانه ایمان، ایمان به قضا و قدر است.
کسی که نیاحه میکند، کسی که میآید و داد و فریاد را میاندازد و خوبی های میت را میشمارد و چرا حالا این از دست دادیم و مگر ما چکار کردیم و چرا این برابر سر ما آمد، دارد ایراد میگیرد بر کار پروردگار، از قضا و قدر فاصله گرفته. چرا؟ چون که قضا و قدر همین است، چون مقدر شده است. لذا بعید است از یک مسلمان که نیاحه داشته باشد، چرا که نیاحه از فرهنگ جاهلی است، نوبه‌خوانی از فرهنگ جاهلی است. اما یک گفت به این خاطر است که ما یک از ارکان اساسی ایمان رو فراموش می‌کنیم، قضا و قدر. انسان همیشه در هر حال چه خوشی و چه ناخوشی از پروردگار خود کاملا خوشنود و راضی است. لذا جایی برای نوبه‌خوانی و این مسائل نخواهد بود. حدیث دیگه بخوام داشته باشیم، لما مات ابراهیم بن رسول الله صلی الله علیه و سلم صاح اسامه بن زید فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ليس هذا مني، ليس لصائح حق، القلب يحزن والعين تدمع ولا يغضب الرب. این حدیث حسن است، ابن حبان و حاکم از القبوری روایت کردند که هنگامی که ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، اسامه بن زید فریاد کشید، جیغ زد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم لیس هذا منی، فرمودند این از من نیست، این از فرهنگ اسلام نیست. ما در بحث گذشته گفتیم، بیان کردیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ابراهیم رو در بغل گرفته بود، ابراهیم در حال انتظار جان دادن بود، اشک میریخت. جای سوال کردم که ای رسول خدا شما هم گریه میکنید، اشک میریزید؟ فرمود تدمع العین و یخشع القلب ولا نقول ما یغضب الرب. ولی من هم دل دارم، پاره‌گوشی در سینه من هست به نام قلب اندوهگین میشود، چشم اشک میریزد، اما آنچه که پروردگار را خشمگین کند نمیگویید. والله یا ابراهیم انا بک لمحزونون، به خدا قسم ای ابراهیم در فراق و جدایی و محزون هم دنبین هستیم، ولی این قرار نمیشود، دلیل بر این نمیشود که پروردگار رو خشمگین کنیم. اینجاست که انکار کرد عمل اسامه بن زید رو رد کرد و فرمود این از من نیست. هیچ کس حق ندارد فریاد برآورد، شیون کند، کارها کند. همیشه که اعتدال به حد وسط در همه امور زندگی باید رعایت شود. اسلام حج نهاده به احساسات بشری، در نظر گرفته احساسات انسان که وقتی عزیزی از دست برود قطعا احساسات شخص جریده‌دار می شود، نگران می شود، ناراحت می شود، اندوهگین می شود، اشک می ریزد، همین حق است. اما این که بخواد افراط بکند، پا را از این محدود فراتر نه، وارد منطقه ممنوع شده، وارد خط قرمز شده که نباید به خود اجازه بدهد. حدیث دیگری که باز حدیث صحیح است، النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. حدیث صحیح مسلم هست که نوبه‌خوان اگر توبه نکند روز قیامت در حال حشر خواهد شد که جامه و شلواری از قیر بر تن او می‌کنند. نوبه‌خوان کسی که آب و شیون سر می‌دهد. نکته دیگری که در رابطه با نیاحه و نوبه‌خوانی و داد و شیون سر دادن باید عرض کنم این است که مضرات و عواقب سوء و بد این نوبه‌خوانی متاسفانه فقط متوجه شخص نوبه‌خوان نمی شود، بلکه میت رو هم می آزارد، بلکه عواقب بدی برای میت و مرده هم به همراه خواهد داشت. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان المیت یعذب ببکاء اهله علیه و فی روایت المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه. البخاری و مسلم، حدیث در صحیح بخاری و مسلم است که میت عذاب می‌بیند به گریه خانواده‌اش بر او. اگر خانواده گریه بکنند، آب و شیون سر بدهند، داد و بیداد بکنند، میت هم عذاب می‌بیند. حال سوال ممکن است پیش بیاید گریه خویشاوندان را چه کار است به مرده؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى. قرآن می‌فرماید هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد.
و حال اینها دارن کار حرامی مرتکب شدن، میت چه کاره؟ چه ارتباطی با این مرده بیچاره داره؟ سوال ممکنه جواب این سوال براش پیش بیاد. علما جوابهای مختلفی دارن که ما دو جواب رو عرض میکنم، دو جواب رو بیان میکنم که صحیح‌تر و راجح‌تر از این دو جواب. جمهور علما بر اینند که در صورت این میت عذاب می‌بیند که میت خودش توصیه و سفارش کرده باشد، وصیت کرده باشد که بعد از من نوحه بخوانید، بر من شیون بکنید و داد و بیداد بکنید. خب اگر این به ذهن شما دور میآید و به میآید، نکته دیگر این که میت سکوت کرده باشد، وصیت نکرده باشد که بعد از من که مادر کسی نیاحه نکند، کسی نوحه خوانی نکند، مقصر است، چون که سفارش نکرده و توصیه نکرده. اگر میدانستی که احتمال میداده که بعد از مرگش قطعا افرادی شیون میکنند، افراد داد و بیداد راه میاندازند، گریه‌های بلند سر می‌نهند و او سکوت کرده باشد عذاب می‌بیند. این جوابی است که جمهور دارند. به این خاطر عبدالله بن مبارک رحمة الله علیه می‌فرماید چنانچه شخصی بمیرد بر او نوحه بکنند اما میت سفارش کرده باشد که نوحه نکنند، هیچ گناهی بر او نیست و هیچ عذابی نمی‌بیند این میت. عبدالله مبارک می‌فرماید اگر میت سفارش کرده باشد کسی بر من گریه نکند، آب شیون سر ندهد و نوحه خوانی نکند، اما بازماندگان این کار را بکنند، میت عذاب نمی‌بیند. جواب دوم این هست که برخی از علما دادن که در رأس آنها امام ابن جریر الطبری هست رحمة الله علیه می‌فرماید که عذاب عامتر از عقوبت هست، عذاب عام از عقوبت هست و این عذابی که میت می‌بیند عقوبت نیست، به خاطر گناهی که مرتکب شده نیست، بلکه وقتی متوجه می‌شود که بازماندگان گریه می‌کنند، دلش به حال آنها می‌سوزد و این میت را می‌آزارد. از سفر قطعة من العذاب، سفر قطعه‌ای از عذاب است، یعنی در سفر انسان مسافرت می‌کند، بالاخره درد و رنج همراه دارد در مسافرت. حال این میت وقتی متوجه می‌شود آنها گریه می‌کنند، اون دلتنگ می‌شود و معذب می‌شود، می‌رنجد. اما بعد از علما برای اینکه همان جواب جمهور راجح‌تر هست، والله اعلم بالصواب. اما آنچه ما باید بدانیم این است که نه بر کسی نوحه خوانی بکنیم و نه اینکه دوست داشته باشیم کسی بر ما نوحه خوانی بکند. به همین خاطر بر هر شخصی لازم است توصیه بکند، سفارش بکند که کسی بر او نوحه نخواند. این امر جاهلی است و از اسلام دور است. نکته دیگری که منع شده و حرام است زدن بر سر و صورت هست، چاک دادن گریبان هست. مثلا بر سر و صورت بکوبد که حالا من مصیبت زده شدم، گریبان را بدارد. این کارها هم منع شده و حرام است که رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت متفق علیه بخاری و مسلم روایت کردند: لیس منا من لطم الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه. از ما نیست، از ما مسلمان ها محسوب نمی شود کسی که بر گونه ها بکوبد و گریبان را چاک کند و بدرد و فرهنگ جاهلی را زنده کند. چند بزن به فرهنگ جاهلیت. فرهنگ جاهلیت خالی و تویی از ایمان است. من به خدا و قدر ندارد. پس از ما نیست این کسی. نکته دیگر کندن موها هست، پریشان کردن موها هست. موها را بکند، سرش را به دیوار بزند یا هر کار عادی که از اون تعادلی که اسلام و میانه‌روی که اسلام آورده فراتر برود جایز نیست. ابو برده فرزند ابو موسی حدیثی دارد، می‌فرماید: وجع ابو موسی وجعا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. ابو موسی رضی الله عنه بیمار بود، در حالی که سرش بر زانوی یکی از زنان خانواده‌اش نهاده بود بیهوش شد. وقتی بیهوش شد یکی از زنان جیغ زد و فریاد برآورد، اما او در حالتی بود که نمی‌توانست جوابش بدهد و آن منکر را انکار کند. وقتی حالش بهبود پیدا کرد، به هوش آمد، فرمود: انا بریء ممن برئ منه رسول الله صلی الله علیه و سلم.
من بیزارم و اعلام براءت میکنم از کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام بیزاری کرده. و این رسول الله صلی الله علیه و سلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی رو که بر صورت بزند، کسی رو که مو بکند، کسی رو که گریبان بدرد رو اعلام براءت کرده و اعلام بیزاری از آن کرده. اینها مسائلی است که منع شده و شخص مسلمان باید دقت کند، متوجه باشد و خودداری کند از افتادن در این گناهان و معاصی. نکته دیگر که سوال هم می شود کم و بیش، آیا وقتی میتی واقع شد جایز هست که ما اعلام بکنیم به دیگران یا در مسجد یا هر جای دیگه؟ سوال زیاد میشه. اعلام بکنیم، مردم رو خبر بکنیم. اگر این نعی و اعلام کردن با نوحه همراه نباشد، با گریه و زاری همراه نباشد، علما بلا مانع دانستن و گفتن مشکلی ندارد، می شود مرگ کسی رو اعلام کرد، کما اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث که ابو هریره روایت می‌کنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم نعى النجاشی في اليوم الذي مات فيه الى المصلى وصف بهم وكبر اربعا متفق علیه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر وفات نجاشی رو اعلام نمود در روزی که نجاشی مرد و به سوی مصلی رفت و 4 تکبیر بر او نماز خواندند. لذا اعلام خبر مرگ کسی اگر با این شرایط باشد که خیلی عادی بیان بشه، نه اینکه حالا کسی رو بخواد به گریه بیندازد، اصلا از اون میت تعریف بشود، نه، خیلی عادی خبر مرگ اعلام بشود و گفتن علما مستحب هست در این اعلان مردم رو به صبر توصیه بکنند و برای میت هم طلب استغفار و آمرزش شود. نکته دیگری که قرار شد اون بپردازیم اینه که چه اعمالی اگر بازماندگان انجام بدهند به میت میرسد، که باز در جامعه سوال زیاد هست و یا موندن تو این مردم که حالا این واقعا به میت میرسد نمیرسد، چی میشود، آیا هر عملی میرسد، به چه صورت است، رو ان شاءالله در خلاصه به آن میپردازیم. بله اعمالی هستند که اشخاص اگر انجام بدهند، اقوام و خویشاوندان میت و ولی میت اگر انجام بدهند به او میرسد، اما نه هر عملی و نه هر کسی. یکی از آن اعمال دعا در حق میت هست. دعا کردن در حق میت اگر با شرایط اجابت دعا فراهم شود قطعا به میت میرسد و مفید خواهد بود، که قرآن میفرماید والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. کسانی که بعد بیان، بعد از صحابه بیان، بعد از این نسل برتر، نسل طلاقی، اصل طلاقی اسلام بعد از میآیند در حق صحابه و سابقین اولی که خدمات گرانبهای اسلام کردند، دعا در حق آنها میکنند. این حق صحابه است که هر مؤمنی در حق آنها دعا بکند. لذا حق مؤمنین است که بر آنها دعا شود. کسانی که بعد میان والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، با خدای ما را بیامرز و همچنین برادران ما که قبل سبقت گرفتن در ایمان از ما، آنها را هم بیامرز. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، و هیچ حقد و کینه‌ای نسبت به برادران ایمانی گذشته ما قرار نده. انک رؤوف رحیم، که تو بسیار مهربان هستی و رأفت داری و مهربان رفق داری. احادیث زیادی باز در این رابطه داریم. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. دعای شخص مسلمان در حق برادرش که در غیاب اوست، در حق برادرش که غایب است و حاضر نیست، مستجاب است، استجابت می شود. فرشته‌ای نزد او حاضر است، موکل است، حاضر است. هر باری که در حق برادرش دعا می کند، فرشته می گوید آمین، اجابت کن با خدایا، و همچنین برای تو هم همانطور باشد و در حق تو هم، در حق خودت هم این دعا اجابت شود. این که دعا در حق میت اگر زمینه اجابت دعا فراهم شود، طبعا رو خواهد رسید و مفید خواهد بود. دوم، قضای روزه نزد میت هست. قضای روزه‌ای که فرض است بر گردنمون بوده، قطعا باید انجام شود توسط نزدیکان و مخصوصا ولی میت، که حدیث عایشه رضی الله عنها هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من مات و علیه صیام صام عنه ولیه. رواه البخاری و مسلم.
در صحیح بخاری و مسلم هست که هر کس مرد اگر روزه‌ای بر فرضی بر گردن او بود باید ولی او از او روزه بگیرد و به جای او بگیرد و این قطعا به او میرسد. سومین مسئله پرداخت بدهی‌های میت هست که در خطبه گذشته کامل و مفصل بحث شد که کل نفس معلقة بدین، هر نفسی مرهون و در گروه بدهکاریش هست و یک از وظایف بازماندگان این است که تعجیل بکنند در پرداخت بدهی‌های میت. چهارمین در قبال اعمال نیک و شایسته‌ای که فرزند صالح میت انجام می‌دهد پدر و مادر نیز در اجر او شریک خواهند بود و از اجر اون چیزی کم نمی‌شود، از اجر اون شخص از فرزند صالح چیزی کم نمی‌شود، پدر و مادرش که مرده‌اند هم می‌رسد. چرا که حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید ان اطیب ما اکل الرجل من کسبه و ان ولده من کسبه. پاکترین چیزی که شخص می‌خورد آن است که از دستمزد خودش و تلاش و زحمت خودش می‌خورد. و بعد فرمود و این ولده من کسبه، فرزند انسان از کسب انسان است، از دستمزد انسان است. لذا تلاش فرزند و کوشش‌ها و زحماتی که فرزند می‌کشد ان شاء الله باذن الله به پدر و مادر خواهد رسید. و ان لیس للانسان الا ما سعی. قرآن می‌فرماید انسان ندارد مگر آنچه خود سعی کرده است. اگر به اینهایی که ذکر شد توجه بکنیم به نوعی زحمات خود انسان است که انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم آن در ارتباط است. ولذا انسان در واقع چیزی برای انسان اجر و ثواب نیست روز قیامت مگر آنچه که خود تلاش کرده و زحمت کشید. آثار نیک و صدقه جاریه‌ای اگر از خود بر جای گذاشته باشد که ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و آله روایت می‌کند که اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. هنگامی که انسان مرد و از دنیا رفت پرونده او بسته می‌شود، عملش قطع می‌شود مگر با سه چیز: صدقة جاریه، صدقه جاریه‌ای که از خود به جای گذاشته باشد. حالا اون صدقه جاریه هر چی میتونه باشه، از مدرسه و مکتبخانه و جاده و بیمارستان تا تألیف کتاب، ترجمه کتاب، اینها صدقه جاریه هستند که شخص از خود به جای میگذارد که تا مادامی که از اینها استفاده میشود ثواب آن به شخص میت خواهد رسید. او علم ينتفع به، یا علمی آموزش داده باشد. این علم هر زمانی که منتقل میشد و دیگران انتفاع میبرند و استفاده میکنند شخص میت هم ثواب میبرد و اجر پاداش دارد. و سوم ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برای پدر و مادرش دعا کند، دعای فرزند صالح در حق پدر و مادر. اینها موارد بودند طور خیلی خلاصه که به میت خواهند رسید و غیر از این هیچ کاری نیست که به میت برسد. این چیزی که شاید تعیین کرد و دیگه شخص نمیتونه چیزی اضافه کند بر خود و از جانب خودش چیز رو اضافه کنه، چون مسائل غیبی هستند. مرگ است و عالم برزخ است و قیامت اینجاست که دیگه کسی نمیتونه قیاس بگیرد مسئله رو از خودش اضافه کند. نه، اون چیزی مسئله توقیفی است، اون چیزی از جانب شرع مشخص شده بس تموم شد. اگر چیزی بود قطعا شرع ما میگفت، اگر چیزی بود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. نگفت قرآن خوندن دیگران به میت میرسد و هیچ کس از صحابه همچین عملی رو انجام نداد. حالا اگر فرزند میت قرآن بخواند، بله، اگر فرزند میت قرآن بخواند خود را محصول در اون 3 روز مشخص نکند، هر وقت قرآن بخواند ان شاء الله به پدر و مادرش خواهد رسید. هر عملی که انجام نه قرآن خوندن، اما اینکه مجلسی رو تشکیل بدهند که قرآن رو تکه تکه بگن به 30 نفر تقسیم کنن، هر که وارث رو به دست او بدهند، که چیزی در طول تاریخ اسلام نبوده و نه صحابه و نه تابعین انجام ندادند، چیزی که بعداً اضافه شد. حالا شخص میگه مگر قرآن خوندن بد است؟ ببینید این خیلی شیطان گول میزنه انسان، فریب میدهد، حرفای قشنگی هست. نماز خوندن بده، قرآن خوندن بده. در عهد رسول الله دیگه صحابه نماز میخوند، نمازی که در اسلام نبود، انکار کرد. دیگه از بزرگان گفت این چی میخونید؟ گفت که آیا خداوند به خاطر نماز خوندن مرا عذاب میدهد؟ جواب داد خداوند به خاطر نماز خوندن تو را عذاب نمیدهد، اما به خاطر خلاف سنت انجام دادن تو را عذاب میدهد، چون این نماز در سنت تعریف نشده و جایی ندارد.
این قرآن خوندن ما آیا در سنت جایگاه تعریف شده؟ نه. درست قرآن خوندن بد نیست، اما مشخص کردن آن در اون روز مشخص و با نیت مشخص قطعا اشکال دارد و هیچ تعریفی و جایگاهی در شرع ندارد و بدعت محسوب میشه. و گفتیم در جلسات گذشته که اصلا قرآن برای این نازل نشده. نکته دیگر این که در روز سوم میان برنج و گوشتی راه میاندازند و به مردم میدهند و اسم خیر بر اون میگذارند. این هم هیچ یک از صحابه و بزرگان و سلف امت انجام نداده و اسلام نیست. اگر خیر است که این خیر نیست که افرادی دعوت بشن برنج و گوشت به مردم داده بشه، خیر واقعا ما اسم خیرش میذاریم. خیر اینی که در راه صحیح خودش که به مسکین و فقیر برسد، بدون سر و صدایی باشد، بدون اسم و نامی باشد، به افراد مستحق داده بشه خیر بده. اونم میت توصیه و سفارش کرده باشه. اما حرام چه صورت هست؟ انگیزه ها رو بررسی بکنیم، نیت ها رو بررسی بکنیم، ببینیم چه صورت هست. برای اینکه عملی مورد قبول در راه اهلیت واقع شود، هم باید طبق سنت، طبق کتاب و سنت، طبق دستور شرع انجام بگیرد و هم خالصانه باشد. اگر یک از اینا نباشد عمل باطل مردود میشود. لذا برگردیم، نه این عمل غذا دادن به مردم در روز سوم جایی در شرع دارد و هم نیت ها رو بررسی کنیم. نیت که وقتی میگی این کارو نکن از سنت نیست، میگوید اگر این کار نکنم آبروی من میرود، میگوید پدرش رو دلش نشد بخیل بود، پدرش رو همینطور بدون هیچ بخوام سپرد. پس این به خاطر مردم است، این به خاطر که کم نیاورد، به خاطر این برای قرض میکند، این برای اون برای قرض میکند تا جلو دهن حرف مردم را بگیرد. که نشد. دین که این نیست. دین که مردم راضی نگه داشتن نیست، خدا رو راضی کردن است. و بسیار آسان است خدا را راضی کردن تا مردم راضی کردن، چرا که الله سبحانه و تعالی یک نفر است. و دین هم آسان است، میشه راضیش کرد، ما مردم رو بسیار راضی کنیم. پس ده الله سبحانه و تعالی را راضی کنیم، کار مردم نداشته باشیم. یک خورده قربشکنی بکنیم، ساختارشکنی بکنیم، اگر که با ما مخالف است. اما الله سبحانه و تعالی از ما راضی باشد. نیست. به زورم نمیشه جایی براش پیدا کرد. نیت رو بررسی کنید. حالا میت اگر توصیه کرد، سفارش کرده، یک میتونه حتی در حدیث هست، یک سومانش رو میتواند خیر کنه، حق میت است، از ثلث و ثلث کثیر، در یک سومانت میتوانید بعد از مرگ توصیه بکنید، سفارش بکنید و یک سوم هم زیاد است. توصیه کرده، سفارش کرده، مدرسه بعد از مرگش حالا در طول حیات جرأت نداشته، توکل نداشته، خیلی توکلش ضعیف بوده، وقتی که مرده هم بعد از پس مرگم این رو خیر بکنید. حالا خیر باید خیر باشه واقعا. در پایان شعری از عطار نیشابوری بیان میکنم و در آزم خاتمی میدم که خیر چیه واقعا؟ خیر اون است که انسان در حیاتش با توکل به الله سبحانه و تعالی با دل و جرأت در حیاتش بدهد، نه برای پس مرگش بگذارد. گرگونی خیر به دست خیش کن، خیر خیش را وقت هر درویش کن. یک درم کام را ز دست خود دهند، به بود زن کف پس او صد دهند. گر ببخشی خود یک خرمای تر، بهتر از بعد 200 مثقال زر. اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار ولو بشق تمر. از آتش دوزخ بترسید اگر با نیم دانه خرما باشد، اما در طول حیاتت باشد. با نیم دانه خرما در طول حیاتت. اما گر ببخشی خود یک خرمای تر، بهتر از بعد 200 مثقال زر. این برای خیلی که خیر باشه واقعا و خود میت سفارش کرده باشه. می‌کنم خداوند به همه ما توفیق علم و آگاهی از شریعت مقدس اسلام و همچنین عمل به آن عنایت فرماید. بارک الله لی و لکم بالقرآن و السنة و نفعني و ایاکم بما فیهما من الآیات والحکمة. اقول قولی هذا و استغفر الله العظیم لی و لکم و لوالدی ولوالدیکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه جواد کریم برحمته وهو ارحم الراحمین. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
يتذكرون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.